بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، عرض سلام و احترام خدمت همه سروران، برادران و همه خواهران، جوانان عزیز. به سلام ما به جوان مسلمانه که این ماه رمضان هست، ماه استثنایی آمده، ماه ویژه. این فضل الله است و رحمت خدای که ماه نزول قرآن عظیم و شان را ماه ویژه قرار داده و خاص قرار داده. این ماه برای اینه که ما کوتاهی من جبران کنیم، به الله تعالی رجوع کنیم، توبه نصوح انجام بدیم. در این ماه که ماه سازندگی هست که انسان خودش را بسازه، ما به ساختن خودمون و جامعه مشغول باشیم و انسان موجود است که نیاز داره به ساختن خود. تمنیت و تکبر و حب جاه و حب مال و بخل و حرص و همه خرابی ها را از خود دور کنه. نفاق و ریاکاری و خرابی های درون که در قلب انسان قرار دارند، اینها را بیرون بکنه و خود را از درون بسازه و همینطور خودش را بسازه و اعمالش را اصلاح کنه، اخلاقش را اصلاح کنه، اعمالش را بسازه، ایمانش را تقویت کنه. و لحاظ این ماه ویژه ماه خدا هست، ماه قرآن عظیم و شأن، ماهی که فرمود شیاطین دسترسی ندارن به انسانها و دسترسیشون ضعیفه. ماهی است که درهای جهنم بسته و غضب الله تعالی، خشم الله، در خشم غضب الله بسته و در رحمت بازه و در بهشت بازه. لحظه در این ماه از خودتون همت نشان بدید، از خودتون اراده نشان بدید، از خودتون حرکت به سوی پروردگار و انشالله شما اگر از خودتون خیر و حرکت نشان بدید، مطمئن باشید خدا شما را دستگیری میکنه. در این ماه مهمه که گناه را تعطیل کنید و گناه را اصلا ممنوع قرار بدید برای خودتون. زمانش میتونیم خودمون را بسازیم که دستورات خدا را اجرا کنیم، روزه بگیریم، قرآن بخونیم، ذکر کنیم و فرائض و واجبات انجام بدیم و از گناه پرهیز کنیم. اگر گناه پرهیز نباشه، تاثیر این طاعات و عبادت و روزه محدود و کم میشه. و ما امیدواریم که در رمضان چنان همت کنید به ترک گناه و به انجام دستورات الله که این برنامه تو بعد از رمضان ادامه پیدا بکنه. در 11 ماه دیگر و طول زندگی بتوانید مراعات کنید و لحاظ الله انتظارش از من و شما همین است و الله تعالی به شما توفیق بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.